سلام رفقا، خوش اومدیم به ویدیوی جدید. لرد امیر هستم، اومدم با براولر بو در براول استارز بهتون توضیح بدم که چطوری در کاپ بالا باش بازی کنید و یه دو سه دستم باش بازی میکنم، حالا هم دو شدان هم سولو، که بهتون آموزش کامل رو بدم. قبل هر چیزی بچه کانال امیر لرد به آیدی یوتیوب ما رو حتما دنبال کنید و در کانال تلگرامی ما به آیدی لرد براول جوین شین و بدون این شرف اضافه‌ای بریم سراغ ویدیو. خب میریم سراغ گجت ها. ببینید بچه‌ها، این گجت قبلا تواناییش یه جور دیگه بود، الان کلا عوضش کردن. الان اگه داخل محوطه این گجت باشی، خب مثلا به انمی دشمن، به انمی که مثلا دمیج وارد کنی، حالا 50% دمیج وارد شده سوپرتو 50% بیشتر رول میکنه. ولی قبلا به این صورت نبود. قبلا این بود که آقا این گجت رو میزدی وقتی وای میستادی توش، خود به خود حالا که سوپرت کم کم پر میشد. این یکی گجت اصلا به درد نمیخوره، ارزش نداره، یه چیز آتاشخال. یعنی اینکه مثلا تو سوپرتو پرت میکنی، زمانی که از این گجت استفاده میکنی مثلا اون هر سه تا مین با هم دیگه منفجر میشه، که واقعا ارزش نداره، مثلا ارزش خریدم نداره. حتی مثلا بگید بخرم، تو هیچ مودی به درد نمیخوره. همین اینو من پیشنهاد کنم. و گیر که همون گیرای همیشگی، همیشه گفتم، و استار پاور بچه‌ها ببینید 100% اینو بخرید، شک نکنید. این یکی هم خوب هست ولی توی بعضی مودا. و اینکه ببینید وقتی حالا اینو میاد میره روی این 2 ثانیه حالا مثلا مکس میشه دیگه، اونجا ایست میکنه اون لحظه، و اینکه زیاد چیز جالبی نیست. ولی این یکی توی بیشتر مپ‌ها هم به درد می‌خوره، مخصوصا تو مپ‌هایی که چمن حالا زیاد داره و نمیشه 150% من این 100% اینو بخرید. میتونید داخل چمن رو نگاه کنید و این بهتره. خب بریم برای اولین دست، دو شدان، ببینیم که چی میشه و با این به خدا لایک نشه. خلاصه خواستم بهتون بگم بچه‌ها براولر بو خیلی براولر قویه، شک نکنید توی بیشتر مودا میتونید ازش استفاده کنید. فقط یادتون باشه حتما مکسش کنید و استار پاور و گجت های درستش رو بخرید. و از لحاظ زیبایی هم میخوام بهتون بگم بو واقعا یکی از براولرهایی که اسکین خیلی زیاد داره و خیلی هم خوب، من خودم خیلی دوستش دارم، یکی از براولرهای مورد علاقمه بعد باستر و ادگار. و بخوام بهتون بگم اینه که دمیج خوبی میده، دمیج مثلا اونقدر کمی نیست، نسبتا خوب به بالاه. هیلش هم میخوایم طبقه بندی کنیم، اینه که مثلا 7 تا از 10 میتونم بهش بدم. هیلش واقعا جونش خیلی خوبه و 8 و 200 فکر کنم جون داره. خب بچه آمدیم دو شدان بازی کنیم که ببینیم چه خبره. و الان دو سه دستی بود که داشتیم بازی میکنیم و برنده شدیم. نمیدونم چرا حالا این دکوردرم قطع شد، خراب شد، باگ داد، چی شد، ولی خلاصه ضبط نکرد. و بریم ببینیم اینور یه باز. بچه این باز اگه لیزر مود نباشه و این مود سوم باشه به نظرم، بازم بردش به ما نمیرسه، اون شمشیری که اصلا نمیرسه. و اینم اونقدر آنچنان اصلا زیاد و اینا نیستش که بگی راحت بتونه ما رو بزنه و راحت میتونیم بزنیمش با بو، مگه اینکه خیلی مثلا چی میگن به قول یارو گفتنی سوسس باشی و اون موقع دیگه کارو خراب کنی، بگنه خیلی راحت میشه زد. اوه این اسپاک دهن آدمو سرویس کنه. چی کار داریم؟ 2 تا تیرمون بهش بخوره کارش تمومه، ولی بازم این سگ چونه. بعد از اون استار پاور تیر چرخانه هم برداشته کار ما رو خیلی سخت‌تر کرده. خب یارش که مرد، این ور پایین. اوه بیا 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 بیا. بابا کار تمام، خدا وکیل. نمیدونم چرا الکی داری مقاومت میکنی، کار ما هم سخت میکنی. وای حاجی یه دونه بزن. آها خب خیلی حاجی، خیلی موقعیت سخت، فاکری خیلی سخت، خیلی سخته، خیلی بده. سمانه بابا بمیر دیگه. هم تیمیش هم زنده شد از این ور. لام از سبا یکی دوتا نیستن آخه. زن خدا وکیل اینو بکش بابا، چی داره اینا ها؟ وای یعنی خیلی راحت میتونستیم اول بشیم ها. واقعا خیلی حیف شد، اون موقعیت خراب شد. ببین رفیقش هم اومد زنده شد، خراب کرد کارو. بریم برای دست بعد.
خب بچه اومدیم برای این دست ببینیم که چی میشه و ماشاءالله همه باز لایتر. حالا خوبه با این باز لایتر بازی میکنه کاپ نمیده و اگرنه میدونید بیشتر از این میشد. اگه مثلا کاپ میداد پوشکاپ میکردن یا مثلا برای پوشکاپش میومد باز لایتر بازی کنه، اصلا اون موقع خیلی سخت میشد. الان خوبه باز فقط از این تروفی باکس رو میده اگرنه که هیچ. از اون برم کیت داره میاد، سوپرش هم زده بود مثلا بره که خراب کرد و حسابشو رسیدن. از این ور باید حواسمون خیلی باشه. خب تبانی بارم حالا خیانت نکنم به درد بخورم. 3 تا کیو این ورم تبانی، کلن تبانی شد که خب داداش بره چی تبانی میکنیم. همتیمی رو تبانی کرد دیگه، منم نتونستم رد کنم و الان 3 تیم تبانیم خیلی سخت میشه. آخر سرم به احتمال زیاد بیان ما رو بزنن چون بقیهشون 2 تا باز لایترن تو هر تیم. ولی ببینن ما اینجوری این به احتمال زیاد میان سراغ ما. اون بالایی ولی رو ببینیم میتونیم بزنیمش یا نه. میایم این بر مثلا که رفتیم ببینم خبری نیست. خب ای بابا هنوزم 4 تیم نشد. یه کدومشون هم تیمیاشون اینجا باید بشه. لیمون کمپر بیا بیرون. اوه این مودت شمشیرم برداشته خیلی قوی تر از قبل. همتیمی کیتم از اون من شده بود. خب اینم از این این وسط مثل همیشه. اینم از این 3 تیم شدیم. خب این داره خیانت تمامی کردونیم. چیکار میکنی؟ خب اعصاب آدم خود کنن خدا وکیلی. فقط آدم ببین شون فوش ببنده. خب چرا الان اینجوری میکنی؟ مگه توانی نبودیم؟ دیوونه است. وای 1 ثانیه، فقط 1 ثانیه مونده بوده. خدا بعدم میگن چرا فشار میخوری؟ 1 ثانیه. خب بچه ها آمدیم برای مچ آخر ببینیم که این مچ چی میشه و چون واقعا دیگه خسته شدم و بعد میخواستم سولو شدنم برم ولی فکر نکنم تایم ویدیو برسه. اگه شد که من سولو هم 2 دست میرم، اگه نشد اون جداگونه یه ویدیو دیگه آپلود میکنم. و یه لیزر مود، 2 تا لیزر مود. میبرم هیچی حالا. خب عالی. اونطور هم که پیش بینیم درست از آب در اومد و اینم کمپر احمق کارت تمام شد دیگه. اینو بتونم بزنم. اوه دیگه 5 کیوب 5 تا کیوب چه خبره؟ اینم میندازم اینجا و متاسفانه لیزر مود و باز لایتر با لیزر مود رنجش خیلی زیاده برای اتک زدن. این یکی باز راحت تره کشتنش ولی دمیجی بیشتر میده در عوض. از این طرف هم سابر مود داره میاد. وای اصلا خیلی باید باشه. اون سوپرش بکنه کارو تموم میکنه و از این اگه بیتون همتی میشم زدم. خب آقا عالی، خیلی ایزی تموم شد کار. یه دونه اونو نمیگیرم حالا ولش کن، ریسک نمی کنم و اوه یه دفعی با هم دیگه همتون سرویس بابا دقیقا اجازه میدادیم. خب بچه ها این دستم دوم شدیم و ویدیو اپینش هم گرفتم. ویدیو براولر بو هم همینجا به پایان میرسه
نشان بگیریم ببینم چند ایران شدم اینا. برایلر برو انتخاب میکنیم. ایران نفر سوم. من تا دوم اومده بودم و تا 1000 فکر کنم 1112 تا رسیدیم و 1119 تا. بچه ها این ویدیو هم همینجا تمام شد و به اتمام رسید ویدیوی براولر بو. خوشحال میشم نظراتتون رو تو کامنت بهم بگین. هر براولر دیگه یه دوست داشتین بهم بگین، حتما ازش ویدیو میذارم در اسرع وقت. و اینکه آیدی چنل هم که بهتون گفتم، کاری داشتین آیدی ادمینم اونجا بیوگرافی آیدی چنل روبیکا که هیچی، روبیکا کلا کنسل شد. آیدی چنل تلگرام هم هست و بهش پیام بدین یا پیوی خودم هم میذارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو بدون هیچ حرف اضافه‌ای. فعلا خدا نگهدار.